فکر میکردم فقط یه داستان عاشقانه کیوت تابستونی باشه، ولی خب یه زخم باز بود که با عشق ترمیم شد. سلام، خیلی خوش اومدیم به یک ویدیو دیگه. امروز قرار راجع به یک کتابایی حرف بزنم که واقعا تابستونمو جذاب‌تر کرد. ولی خب این فقط یه کتاب عاشقانه گوگلی نیست، یکم جریانش فرق داره. این کتاب چیزی نیست جز Just for the Summer. حتی از اسم کتابم میشه فهمید که این کتاب برای تابستونه. داستان از اونجایی شروع میشه که ما با دوتا شخصیت اصلیمون یعنی جاستین و اما آشنا میشیم. این دو نفر با هر کسی که آشنا میشن یه مدت باهاش قرار میذارن و بعد از جدا شدن اون طرف عشق واقعیشو پیدا میکنه. انگار که طلسم شدن، یعنی با یکی وارد رابطه میشن که بعد از جدایی اون طرف بره پی زندگیشو یکی دیگر رو پیدا کنه. در واقع جاستین و اما مثل یه پل میمونن، پلی بین آدم تنها و عشق واقعیش. و خب طبیعتا همیشه خودشون تنها میمونن. جاستین راجع به این طلسم عجیب غریبش تو شبکه‌های اجتماعی یه پست میذاره و اما خب اون پست رو میبینه. این دو نفر شروع میکنن با همدیگه چت کردن و یه جرقه‌ای به ذهنشون میزنه. بیا با هم وارد یه رابطه فیک بشیم. بعد از جدا شدن بتونن بالاخره عشق واقعیشون رو پیدا کنن. برنامه از این قراره: 4 تا دیت، یه دونه بوسه و بعدم از هم جدا میشن. کی گفته احساسات از قانون برنامه ریزی شده پیروی میکنه؟ اما خب هیچ چیز اونطوری که فکر میکردن پیش نمیره. ببین، این ایده خودش به تنهایی میتونه خیلی جذاب باشه، اما نویسنده تو این کتاب با ما شوخی نداره. حالا اگه فکر کردین که این کتاب فقط یه کتاب عاشقانه بامزه است که قراره الکی با هم قرار بذارن و کلی اتفاق خنده‌دار بیفته، کاملا در اشتباهی. این کتاب یه لایه خیلی عمیق‌تر داره. یه لایه راجع به ترس‌های قدیمی، زخم‌های بچگی و ترس از رها شدن. در واقع این کتاب مثل یک سفر درمانیه، راجع به آدمایی که با زخم‌های بچگیشون بزرگ شدن و دنبال یک آغوش امن برای خودشون میگردن. اینم بهتون بگم که این کتاب قراره به مسائلی مثل افسردگی، PTSD و مشکلات روحی روانی دیگه اشاره کنه. پس حواستون باشه که چی میخونید. حالا بریم یکم راجع به شخصیت‌ها صحبت کنیم. اما یه ترافل نرسه و خب ترافل نرسا هیچ وقت توی شهر نمیمونن و پرستارهایی هستن که از این شهر به اون شهر دیگه نقل مکان میکنن و توی شهرهای مختلف شروع به کار میکنن. از همینجا میشه متوجه شد که اما آدمی نیستش که توی یک شهر به مدت زیادی بمونه، دیگه نهایت چند ماه. اما در واقع با دوستش به این مسافرت ها میره و هر سری یکی از اونها انتخاب میکنه که باید به چه شهری برن. و از اونجایی که اما و جاستین شروع کردن به چت کردن و خیلی از هم خوششون اومده، این سری دوستش رضایت میده که اما انتخاب کنه کجا برن و اونا میرن شهری که جاستین توش زندگی میکنه. جاستین هم یه برنامه نویسه که توی آپارتمان خودش زندگی میکنه و زیاد از خونه بیرون نمیاد. اما یه کرکتر به شدت پیچیده است. شخصیتی که شاید دوست داشتنش یکم سخت باشه. کسیه که نمیتونه یک جا بمونه، نه از نظر مکانی و نه از نظر احساسی. هر بار که احساس کنه داره وابسته میشه، فرار میکنه. ولی در طول داستان شما اینو متوجه میشین که چقدر داره تلاش میکنه که این مسئله رو با خودش حل کنه. و همین تلاش و رشدی که اما تو طول داستان داره باعث میشه که خواننده موقع خوندن کتاب کاملا باهاش همدلی کنه. وقتشه بریم سراغ جاستین. جاستین اون پسریه که پشت همه کارای بامزه، شوخ طبعیاش و هیجاناتش یه پسر بچه است که همیشه مجبور شده از خانواده و خواهر برادرش محافظت کنه، همه به جز خودش. رابطه این دو نفر خیلی جالب تر از یه داستان عاشقانه ساده است، در واقع پر از چالشه. چیزی که توی این کتاب برای من خیلی جذاب بود اینه که این دو نفر توی لحظات روزمره زندگی عاشق هم میشن، توی همه اون چالشایی که پشت سر میذارن، جاهایی که همدیگه رو درک میکنن و حتی جاهایی که با همدیگه موافق نیستن. راجب زخمایی که با خودمون حمل میکنیم و ترسایی که جرأت حرف زدن راجبشون رو نداریم. بهمون نشون میده که آدمایی ممکنه وارد مسیر زندگیمون بشن که بتونن ما رو کاملا درک کنن و بدون اینکه بخوان چیزی رو درست کنن فقط کنارمون بمونن. این به نظر من یکی از جذاب‌ترین نکات عشقه. Just for the Summer جلد سوم یک مجموعه است، اما اصلا نگران نباشین، شما میتونین این کتاب رو کاملا بدون مشکل بخونید بدون که نیاز باشه اون دوتا جلد قبلی رو بخونید. حالا شاید به خودتون بگین که اصلا چرا باید این کتاب بخونیم؟
الان بهتون میگم. چون این کتاب فقط یک کتاب عاشقانه نیست، در واقع یک آینه از روابط و پیچیدگی‌هاش، ترس‌ها و تمام مشکلات زندگیه و اینکه چجوری باید باهاشون مقابله کنیم. نویسنده میاد با قلم جذاب و روونش این دوتا کاراکتر رو کنار همدیگه قرار میده و میذاره که شما ببینید چطوری عشق واقعی گاهی در دل همه این تفاوت‌ها شکل میگیره. میخوام یکی از جمله‌هایی که خیلی توی این کتاب دوست دارم و براتون بخونم. You are not what happened to you. You are what you do next. این جمله برای من خیلی خاص بود چون داره به همون میگه که ما قربانی گذشتمون نیستیم. ما در واقع اون چیزی هستیم که خودمون تلاش میکنیم باشیم. اگه فقط یه دلیل برای خوندن این کتاب میخواین، به نظرم همین جمله است. روابط دیگه‌ای که توی این کتاب شکل میگیره به اندازه عشق بین جاستین و اما هم جذابه. برای مثال کسی مثل اما که هیچ وقت جای ثابتی نمیمونه با خواهر برادرای جاستین یه ارتباط عمیقی پیدا میکنه و مثل خانواده میشن. اما با خانواده جاستین حسابی ادغام میشه و برای اولین بار میفهمه که خانواده داشتن یعنی چی. من موقعی خوندن این کتاب حقیقتا نیشم تا گوشم باز بود و یه سری قسمت‌های کتاب انقدر با قلبت بازی میکنه و دلت میخواد بری آبشی چون بیش از حد کیوت و بامزه است و با خودت میگی چرا من یه دونه جاستین ندارم. بعد خوندن این کتاب همتون دلتون یه دونه جاستین میخواد. حالا به همون اندازه‌ای هم که باهاش خندیدم یه جاهایی هم هرس میخوردم و فقط میخواستم کتاب بزنم تو سرم و اصلا نمیفهمم چطور این کاراکترها میتونستن با اون مشکلات دست و پنجه نرم کنن و نشینن گریه کنن و بزنن تو سر خودشون مثل کاری که من موقع خوندن کتاب میکردم. آره خلاصه که این قسمتایی که ناراحت کننده است با قلم طنز نویسنده یه جورایی میشوره میبره. نگران نباشید. از بخشای عاشقانه کتاب بخوام بهتون بگم، باید بگم که دیت رفتن این دوتا همیشه به یک فاجعه ختم میشه. همیشه این دو نفر سعی میکنن به بهترین نحو ممکن لبخند بزنن و از دیتشون لذت ببرن و نذارن که اتفاقاتی که میافته روی این دیت تاثیر بذاره، چون خیلی سخت میتونن همدیگر رو ببینن. همین که خیلی سخت میتونن همدیگر رو ببینن باعث میشه که قدر اون لحظاتی که با همدیگه دارن و حسابی بدونن. اگه شما تو زندگیتون فکر کردین که درامای خانوادگیتون خیلی بیشتر از این دو نفره، باید بگم که کاملا دارید اشتباه میکنید. برید این کتاب بخونید میفهمید که درامای شما مقابل این دوتا هیچی نیست. پس اگه دنبال یه کتاب عاشقونی سطحی نیستی و در واقع چیزی میخوای که قلبتو لمس کنه، این کتاب برای توئه. کتاب متاسفانه هنوز ترجمه نشده، اما خب نگران نباشین چون قلم نویسنده به شدت راحته. پس اگه کسی هستین که انگلیسی میخونید و از پس متنای ساده برمیان، این کتابم جزو همون دست است. اگه جاست فور د سامر رو خوندین و یا تو لیستتونه که بخونیدش، حتما تو کامنت ها به هم بگین. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی و کتابای جذاب بعدی رو از دست ندین. تا یه معرفی دیگه، بوس بهتون.